معرفی ولایت پروان. این ولایت که یکی از ولایت‌های مهم و خوش‌آب و هوای افغانستان به حساب رفته و از لحاظ اقلیم گوارا و سرسبزشان را به نام باغ افغانستان هم یاد می‌کنند. این ولایت از شمال به ولایت بغلان، از سمت شرق به ولایت کاپیسا، از جنوب به ولایت کابل و وردک و از غرب به ولایت بامیان محدود است. پروان پایتخت تابستانی امپراتوری کوشانی و خصوص در عهد کنیشکای کبیر است. شهرهای بگرام و کاپیسا در دو سوی دریای پنجشیر مهد تمدن کوشانی ها هست. پروان در دامان جنوبی هندوکش همیشه سنگر نهایی و عقبگاه مطمئن کابلستان هست. ولایت پروان علاوه بر نزدیکی و پایتخت و صنعتی بودن و دلیل قرار گرفتن در مسیر کاروان‌های تجاری و آب و هوایی مطلوب در میان ولایت‌های افغانستان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. راه اصلی کابل بغلان مرکز ولایت بغلان و همچنین شمال افغانستان از آن می‌گذرد. مساحت این ولایت در حدود 5715 کیلومتر مربع است که در حدود 1322 قریه در آن وجود دارد. و جز تاجیک‌ها و پشتون‌ها که بیشترین جمعیت را در ولایت پروان تشکیل می‌دهند، هزاره، ترکمن و پشایی هم در این ولایت ساکن است. ولسوالی‌های این ولایت. شهر چاریکار به عنوان مرکز این ولایت است. و جز مرکز این ولایت دارای 10 ولسوالی دیگر هم هست که از جمله میتونیم به بگرام، کوه صافی، جبل السراج، سالنگ، سیدخیل، شینواری، سیاهگرد، شیخ علی، قربند و سرخپارسا اشاره کنیم. ولسوالی قربند یکی از ولسوالی‌های ولایت پروان هست که تقریباً نصف ولایت پروان را از نظر مساحت و نفوذ تشکیل می‌دهد. غور نام منطقه‌ای است که در شمال غربی قربند و قربند به مرمه مانع کوهستانی در راه غور هست. این ولسوالی قبل از افتتاح تونل سالنگ در راه شمال را به جنوب وصل می‌کرد و تمام کاروان‌های تجارتی از این دره می‌گذشتند. اما بعد از افتتاح تونل سالنگ از شهرت این راه کاسته شد. مناطق تاریخی ولایت پروان. از جمله مکان‌های تاریخی این ولایت می‌توانیم به منطقه جبل السراج، چاریکار و بگرام اشاره کنیم. کاخ جبل السراج در سال 1907 میلادی در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان تعمیر شده است. این کاخ با نام سراج الامصار هم از آن یاد می‌شود. گفته می‌شود قبور تعدادی از اصحاب پیامبر هم در این مکان وجود دارد. علاوه بر این زیارت‌های سید عباس جان آقا، سید جعفر مجرد و میرجهان هم در این منطقه وجود دارد. از جمله دیگر بناهای تاریخی این ولایت میتونیم به منطقه کیچری که در حدود 20 متر ارتفاع دارد اشاره کنیم که در زمان کوشانی ها تعمیر شده است. علاوه بر این تعداد زیادی آتشکده که مربوط به سالهای 12 تا 160 میلادی هم میشود در این ولایت وجود دارد. میدان هوایی بزرگ کشور که اکنون به عنوان پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی استفاده میشود در ولسوالی بگرام این ولایت موقعیت دارد. منطقه گلغندی یکی از ساحات مشهور و تفریحی در مرکز این ولایت هست که گل ارغوان آن از سوی شاعران ستوده شده و مردم از کابل و سایر ولایات در فصل بهار برای تماشای این مناطق زیبا در آنجا جمع می شوند. سالنگ که راه مواصلاتی 6 ولایت شمالی و شاهراه ولایت شمال شرقی با طول 2.7 کیلومتر هست، دارای یک منطقه کوهستانی و زیبا هست که در فصل تابستان افراد زیادی را برای فرار از گرما و دیدن زیبایی‌های آن و این منطقه می‌کشاند. ولایت پروان از 4 رودخانه دریا آب می‌گیرد که می‌توانیم به دریای پنجشیر، دریای سالنگ، دریای قربند و دریای شتل اشاره کنیم. محصولات زراعتی و دستی این ولایت. توت و انگور پروان شهرت خیلی زیادی دارد. علاوه بر این گندم، جواری، جو، ماش و لوبیا هم در این ولایت کشت می شود. مناطق اطراف چاریکار مرکز ولایت پروان هم در تولید انواع سبزیجات پیش قدم هستند و تولیدات آن نه تنها برای مصرف محلی بلکه به بازارهای کابل هم فرستاده می شود. برای حمایت ما لطفاً سابسکرایب کنید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.